فکر می‌کردم آدم برای هر چیزی که بخواهد، اگر به اندازه کافی جنگیده باشد، لیاقت به دست آوردن آن را خواهد داشت. بعد از ناکامی اول فکر کردم ظرف اندازه‌گیری تلاش‌هایم به قدر کافی بزرگ نیست. ولی فکر می‌کنم بعد از بارها تلاش فهمیده باشم بعضی چیزها را فقط سرنوشت رقم می‌زند. آدم چه می‌داند زمان درست رسیدن به رویاهایش چه موقع است؟ آیا آنقدر قد کشیده بودم که لباس رویایم به تنم بنشیند؟ چند وقت بود به چیزهایی که داشتم فکر نکرده بودم. لذت رسیدن چرا انقدر زود گذر بود؟ دویدن مکرر چیزی جز خستگی نیست. مگر نمی‌دویم که طولانی مدت بنشینیم و نفس بکشیم؟ آدمیزاد چه بر سر خودش که نمی‌آورد. دوستی میگفت برای شروع آدم باید اول به هیچ برسد. من با خودم گفتم آدم اول باید آهستگی را یاد بگیرد، سکوت و سکون را یاد بگیرد و بعد بپذیرد که رها کند، چرا که دنیا وحشی است. اما همیشه باید راهی وجود داشته باشد. این یک روز معمولی بعد از یک ناکامی سخت است که با خودم میگویم در ازدحام این ظلمت بی‌عصا حتی چراغ را هم از من گرفتند، اما من از لمس معطر ماه به سایه روشن این خانه باز خواهم گشت. پس زنده باد امید.